ناظران اداره انداز و شعبه مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت 4 نفر را در شهر استرابشن و ناحیه جبار رسولوف با 234 دستگاه اسعار الکترونیک کریپتوالوتا بازداشت کردند. و گفته مسئولان این نهاد مالکان آن بی پرداخت انداز تقریبا 1 سال اکثر دستگاه ها را فعال نگه داشته و تنها از یک دستگاه روزانه 520 سامانه فایده به دست آوردند. اسرائیل نعیموف سردار شعبه ستانیدن قرض اندازهای ولایت سوخت در نشست خبری گفت آخر سال گذشته نخست این دستگاه ها را در استراوشن مصادره کردند. یکم عملیاتی که ما آشکار کردیم در بینای همین باغچه بچگانه در قسمت آشیانه دویم 17 تجهیزات کریپتووالوتا پیوست شدگی بود و به شبکه‌های اینترنتی پیوست شده فعالانه کار میکرد. هر یک همون گفته صاحبکار هر یک همون تجهیزات وصل کننده همون وقتی نرخی همون کریپتووالوتا قطعی $40 یک روز کار میکرد. بعد ما همون شهروند رفته خانهش همون تخخانه و همون بالای همین جای همون سر لباس و حقوقی کرمش ما همونجا بیام با 34 تای دیگر همون خیلی تجهیزاتی پیوستگیش یافته و بی‌ضرر گردانده. به تاکید این مسئول نظارتی تاجران پیش از فعالیت باید اجازتنامه مخصوص می‌گرفتند و خود را همچون انداز سپارنده رسما در مقامات انداز به قید می‌گذاشتند که موافق به طلبات قانون است. در اساس کادکس انداز هنگام پیشنهاد اعلامیه یا سری وقت سپاریدن اندازها نسبت این افراد جنایت در سمت انداز تطبیق نمی شود. بحث قانونی بودن یا نبودن این تجارت در تاجیکستان در حال داغ شده است که به قول مقامات حقوقی این در قانونگذاری تاجیکستان تنظیم نشده است. وای برای دیگر چی بازداشت کردگی وای همین مکتوبش اومد وای برای کریپتووالوتا خیلی کار کردن بیت کوین خیلی کار کردن دستگاه‌های کلان در کار کی و خوبی برق زیاد میگیره و خوبی برق گرفتن ما با مراجعت کردم گفتم ما متخصصم نیستیم ما شما یک چیز یاردم دادن. فعلا عملیات آشکارنمایی نهادهای انتظامی انجام نیافته است و از این رو تصمیم نهایی نیز معلوم نیست که رسما به چنین نمود تجارت اجازه میدهند و یا نه. اما ناظران انداز تجارت کریپتووالوتا را خوفناک و خلل رسان و مانع پیشرفت جامعه امروزه نامیدند. غیر از این در ناحیه جبار رسولوف با یک عملیات گذرانده یک جا اونجا 179 عدد همین تجهیزات ما آشکار کردیم نسبتی به از طرف مقامات حفظی پرونده جنایی آشکار کردم و همون تجهیزات هایی که با شبکه اینترنت پیوست شده است و با برقی کار میکند حساب دزدی برق و کردم پرونده جنایی آغاز کرد تا تفتیشات ادامه دارد. طبق اطلاع شبکه برق خرج قوه برق استفاده شده از یک مالک این دستگاه در 11 ماه سال گذشته بیش از 516,000 سامانی بوده است. بار اول ایده استفاده کریپتو اسعار هنوز سال 1992 پیدا شد ولی استفاده آنها عمومی نگردید. تنها سال 2008 غایه برآورش کریپتو اسعار با نام بیت کوین از جانب برنامه‌ساز با تخلص ساتوشی ناکاموتو از ژاپن در عمل تطبیق گردید. در حالی که شمار دارندگان اسعار مجازی در جهان و هم تاجیکستان مشخص نیست، از نظر بررسی موضوع در شبکه‌های اجتماعی معلوم می‌شود که در تاجیکستان هم برخی به داشتن کریپتووالوتا علاقه‌مندی ظاهر می‌کنند. محض مجازی یا پس بردگی بودن جریان امیسی آن دادگرفت‌های بی‌نظارت و خصوصی برخی کاربران اینترنت از تاجیکستان را به داشتن پول‌های مجازی دلگرم می‌کند. مقامات تاکید می‌کنند که بیت کوین در قانونگذاری تاجیکستان همچون واسطه معاملات اعتراف نشده است و بنابراین همه گونه معامله‌ها در قلمرو جمهوری تنها با پول ملی سامانی صورت می‌گیرند. ولی آشکار شدن این نوع معاملات پولی به کشور یک نوع تجارت است یا جنایت. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.